ایمان داشته باشی خدا چاره سازه. همه برات نخوان ولی خدا برات بخواد تمامه. 1000 تا دشمن داشته باشی خدا همچین برات میچینه که همه انگوش به دهن میمونن. خدا عاشقی کن، با خدا رفاقت کن، با خدا معامله کن، با خدا زده بند کردن باخت نداره. هیچ کس برات نخواد خدا برات بخواد تمامه. خدایا شکره. دعا در حق دیگران خیلی زود مستجاب میشه. مهمون پیجم باش و انشاءالله با ذکرها، دعاها، توسلها حاجت روا میشی. نذر کن، بعد نیت کن، بعد ذکر بفرست، توسل کن، نذر بده بیرون، ببین چجوری حاجت میگیری، حاجت روا میشه. گره کار همه دوستانمو باز کن. 100 مرتبه بگو یا فتاح، 100 مرتبه بگو یا رزاق، 100 مرتبه بگو یا وهاب. حاجت روا میشی، حاجت میگیری. چیزی بگم دلت آروم بگیره، آخره خدا ورق و برمیگردونه. نوبت ما هم میشه به خدا. روز 40 اگر حاجت محال داری، اگر گرفتاری، اگر مشکل داری، صبح که از خواب بیدار شدی اول یکم اسفندود کن، بعد بشین زیارت جامع کبیر رو 1 مرتبه بخون و هدیه کن به آقا امام حسین. ببین چجوری حاجت میگیری، حاجت روا میشی. شاه کلید طلایی برای روز 40. از صبح تا غروب روز 40 وقت داری. بشین 400 مرتبه سوره انبیا آیه 87 ذکر یونسیه رو 400 مرتبه بخون. ببین چجوری حاجت میگیری، حاجت روا میشی. همسرتون کتکتون میزنه، بدخلقی میکنه، اذیت میکنه، به حرفتون گوش نمیده، خرجی بهتون نمیده، همیشه قهر میکنه، دعوا مرافع را میندازه، اعصابتون رو خورد میکنه، تأخیرتون میکنه، کوچیکتون میکنه. 1 بار سوره مزمل رو بخون. آیه 115 انعامم 70 مرتبه بخون و بعد 7 مرتبه سوره ضحی رو بخون. 10 بار بگو یا معید. بعد آیه 18 و 19 آل عمران هم بخون. 3 مرتبه هم آیه 33 سوره یوسف رو بخون. 14 مرتبه هم آیه 105 سوره بقره رو بخون. بعد ببین همسرت چجوری از این رو به اون رو میشه. فقط امتحان کن و به هم بگو که همسرت خوب شده بها. روز 40 184 مرتبه صلوات میفرستی و هدیه میکنی به آقا امام حسین و 133 مرتبه میگی یا قمر بنی هاشم و هدیه میکنی به آقا ابوالفضل عباس. انشاءالله که حاجت روا بشی. بس دیگه، میلیونی پول دادی به این دعا نویسا، نه کاری برات انجام دادن، بدتر کارت گیره خورد، گیر و واگیر خورد و بدتر مشکلاتت زیاد شد. یه راهکار آسون بهتون میگم، انجام بدین، انشاءالله که گره کور زندگیتون باز بشه، طلسم و جادو باطل بشه. یه راهکار قرآنی نشونتون میدم دوستان. اگر حس میکنی انرژی منفی تو خونتونه، بی دلیل بدنت سنگینه، دیگران بهت حسادت میکنن، کار کاسبیت پیش نمیره، تو خونه حوصله نداری کار کنی، 7 مرتبه سوره توحید رو بخون، 7 مرتبه آیت الکرسی بخون، 7 مرتبه 4 قل رو بخون، 7 مرتبه سوره کوثر رو بخون. یک حصار قرآنیه، بخون و نتیجه عالیشو ببین. دیگه نرو پیش دعا نویس پول بده. یه نسخه عالی از آقا امام جواد الائمه برای افزایش رزق و روزی فراوون، خلاصی از چشم زخم، بیماری های پی در پی، بلاهای ناگهانی. روزی 100 مرتبه بگو یا جواد الائمه ادرکنی تا 40 روز و 1 بارم سوره واقعه رو بخون و 1 بارم 4 قل رو بخون. انشاءالله که از هرچی چشم زخم در امان میمونی و کار و کاسبی گسترش پیدا میکنه، افزایش رزق و روزی پیدا میکنی.
راستش میخواستم امسال یه نظر قشنگ و حاجت میده به شما بگم. نظر تسبیح خانم حضرت زینب، روزی 69 مرتبه تا روز 40 هدیه بده به ایشون. انشاءالله خانم حضرت زینب حاجت روات میکنه. میدونستین که نظر 40 نباید زیاد بزرگ باشه، حتی یه دونه نمک میتونی بگیری روش 100 مرتبه بگی یا حسین، 100 مرتبه بگی یا زینب، 100 مرتبه بگی یا قمر بنی هاشم. این نمک رو پخش کنی، نتونستی پخش کنی باهاش غذا بپز بده بیرون، باز نتونستی غذا بدی بیرون درست کن تو خونه افراد خانواده بخورن. اینا باعث میشه حاجت بگیری، حاجت روا بشی. چطور اینجوری سر برا کن. شب که اومد خونه رفت بخوابه، آیه 64 سوره حج رو بالا سرش بخون، یا رو غذا بخون یا رو آب بخون، بده بهش بخوره، سر برا میشه. بفرست برای مادرانی که بچه دارن و بچه هاشون اذیتشون میکنن. اگر خونه میخوای 40 روز حدیث کسا بخون. اگر رزق و روزی میخوای هر شب بعد از نماز مغرب سوره واقعه رو بخون. اگر گرفتاری و مشکلات زیاده سوره زاریات رو حداقل هفته 1 مرتبه بخون. اگر بچه میخوای سوره زکریا رو بخون. برای وسعت رزق روزی فراوان روزی 100 مرتبه سوره قدر رو بخون. اگر میخوای بری مسافرت برای حفاظت از خودت و بچه هات سوره قدر رو 100 مرتبه بخون. صبح که بیدار میشی 1 مرتبه بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ببین چجوری کارت پیش میره، مشکلاتت حل میشه. این 3 تا ذکر برکت میاره تو خونه زندگیت، گره گشاز مشکلاتت دونه به دونه حل میکنه. یا الله، یا رحمان، یا رحیم. هر روز بعد از نماز بشین بگو 100 مرتبه. روزگارتون خوش باشه. التماس دعا.